روز بخیر بیننده عزیز آزادی، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما هستم. امروز 3 آگوست است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. واکنش وزارت مالیه به سؤال رجب میرزا. بلاگر تاجیک برای پرنگ در متروی مسکو زندانی شد و پرزیدنت فراری قرقیزستان به وطن برگشت. وزارت مالیه تاجیکستان به انتقاد کاربران فیسبوک درباره صورت حساب ضرردیدگان مناقشه مرزی واکنش کرد. یک روز پیش جمشید کریمزاده معاون اول وزیر مالیه ضمن نشست خبری گفت به صورت حساب ضرردیدگان مناقشه مرزی مبلغ وارد نشده است. به دنبال این خبر رجب میرزا روزنامه‌نگار و مسئول گروه فیسبوکی اخبار برای افکار رسید یا چک را نشر کرد و گفت از حساب خیریه مردم به صورت حساب بازکرده وزارت 10,000 سومانی گذرانده است. رجب میرزا و همینطور ده ها کاربر فیسبوک پرسیدند که 10,000 سومانی کجا شد وقتی معاون اول وزیر میگوید به صورت حساب مبلغ وارد نشده است. دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه شام 3 آگوست گفت منظور معاون یکم وزیر در خصوص واردات مبلغ ها به صورت حساب کمک به آسیب دیدگان مناقشه مرزی این بود که از جانب تشکیلات و سازمان های بین المللی مالیوی تا امروز به این صورت حساب مبلغ وارد نشده است. در خبری وزارت آمده است از جانب شهروندان کشور تا امروز به این صورت حساب بیش از 206,000 سومانی مبلغ وارد شده است که از روی تعیینات استفاده کرده می شود. اظهارات وزارت مالیه در حالی است که خبرنگاران ضمن نشست خبری از مسئولین درباره چقدر وارد شدن مبلغ به صورت حساب ضرردیدگان مناقشه مرزی پرسیده بودند. این صورت حساب را 3 ماه پیش زمانی گشودند که جامعه شهروندی مستقلانه به جمع آوری یاری دست و آستین برزده بود. مقامات از ساکنان خواستند خیریه خود را نه به گروه های علاهده بلکه به صورت حساب مخصوص گذرانند. ادعای کمک های خود را پس گرفتند، ولی بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی میگویند به صورت حساب وزارت نیز مبلغ گذراندند. ضمناً در نشست خبری وزارت مالیه که روز 2 آگوست برگزار شد، وزیر مالیه خبر داد که بانک جهانی برای سرمایه گذاری در ساختمان نیرگاه راغون یک آموزش ویژه میگذراند. مسئولان بانک جهانی در این مورد شرح ندادند. به قول وزیر مالیه تاجیکستان با مبلغ‌های بودجه نمیتواند راغون را بسازد و از اینو در تلاش پیدا کردن سرمایه میباشد. فیض‌الدین قهارزاده ضمن نشست خبری درباره آموزش مخصوص بانک جهانی برای مبلغ گذاری راغون شرح زیاد نداد. او تنها گفت برای مبلغ‌گذاری عموما مبلغ‌گذاری منبعدای راغون بانک جهانی یک آموزش مخصوص گذرانده ایستاده است و ما انتظاریم که در آخر این ماه یا ماه سپتامبر ما یک چهاربینی میز مدور برگزار کردنی هستیم با دیگر سازمان‌های همکار و منبعد نتیجه قدم‌های منبعدای ما وابسته به این شد خب باز معین و مشخص‌تر می‌شود. حکومت تاجیکستان نیروگاه راغون را حیات و ممات کشور می‌خواند و تا امروز 2 چرخه آن را فعال کرده است. تا این وقت حکومت تاجیکستان از حساب مبلغ‌های بودجه فروش سهمیه‌ها به مردم و یوربان‌ها به ساختمان راغون ادامه می‌دهد. وزیر مالیه میگوید سالانه از بودجه کشور حدود 2 میلیارد سومانی برای ساختمان راغون جدا می‌شود. ویران شدن یک پل یا کوپروک در ناحیه واسه ساکنان 3 دهه را سرگردان کرده است. این پل 5 ماه پیش خراب شده بود و به گفته ساکنان تا حال آن را نساختند. مقامات ناحیه گفتند برای دوباره برقرار کردن پل خراب شده مبلغ جدا شده است. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه می‌دهد. از چپه شدن این پل در جماعت توگرک ناحیه واسه 5 ماه می‌گذرد. راهسازان سر آن کار می‌کنند. اما ساکنان میگویند کار به کندی پیش می رود. همین است که تا حال پل را بازسازی نشده است. کار پیش می‌بردگی زایست میکنه اما واسطگی داره. ما همین قدر با واسطه مردم همجا میکنیم که همین استودنتای ما، طلبای ما، همین آدمای ما که پیاده هن، به ماشینن، به تکنیکن هوا بگذارن برام بیان به یگان ضرر به یگان چی؟ پل شکسته در جماعت توگرک 3 دهه را پیوست میکند. روزی 12 مارت بعد از گذشتن یک ماشین کلون باربر پل چپه شد. مقامات در واسه گفتند که برای ساختمان پل 20,000 سومانی جدا شده است. کوپروک دیمی که از گفتن بای کردن خب پرا همه اون تجهیزاتی که لازم بود آوردگیم فقط برای مستحکم شدن است. ما باید پایه ایلاوگی در همون مرکزی کانالی که آنجا آب میگذرد باید ساختمان رفته است. روزهای نزدیک پرام او را با استفاده می‌کنیم. بعد تخریب شدن پل اساسی ساکنان با یک پل آلترناتیوی رفت و آمد میکنند. در نزد آن پل ساکنان نوبدار گذاشته‌اند.
ماشین‌های باربر اجازه عبور را ندارند. ساکنان هم میگویند اگر آن پل شکند دیگر ماشین‌ها نمیتوانند به دیه وارد شوند. برای مرده و زنده‌مون نمی کفر کاباد شود. حالا این دیمی پلی است که در توگرک از سوی ماشین‌های باربر تخریم می شود. در دیه شابکه هم یک پل را ماشین بارکش چپه کرده بود. این پل 2 سال بدون تعمیر ماند. زمستان نواری افتادن یک دوچرخه سوار در صحیفه شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی نشر شد. بعد نشر قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان این نوار را تماشا و به آن واکنش کرد. پس از آن مقامات برای تعمیر آن دست به کار شدند. حالا ساکنان 3 دیهه دیگر میگویند از شکستن پل نو 5 ماه سپری شد. با گفته ساکنان صاحبکاران خود دست به کار نمی‌شدند، شاید سالها انتظار ساختمان این پل می‌ماندند. محمود جان احمدزاده، آزادی، واسه. دادگاه در پایتخت روسیه بلاگر تاجیک و شرکت کننده در صحنه شوخی آمیز کرونا ویروس در متروی مسکو کرامت الله جباروف را به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم کرده است. رومان شخمانوف وکیل مدافع او روز 2 آگوست به خبرگزاری تاس گفت جباروف گناه را پر به دوش گرفت و با نظرداشت مهلتی که در بازداشتگاه یا سزا بود ممکن است تا آخر ماه آگوست آزاد شود، ولی به قبل او این کار در حال امکان پذیر است که اگر دادستان یا مأموریت مترو از روی حکم شکایت نکنند. پیشتر دادستان برای کرامت الله جباروف 4 سال زندان طلب کرده بود. رومان شخمانوف به خبرگزاری تاس گفته است شریکان بلاگری تاجیک ارتور ایساچنکو و استانیسلاو ملیخوف شهروندان روسیه حکم شرطی گرفتند. پیشتر دادستان برایشان 3 سال زندان خواسته بود. کرامت الله جباروف را روز 8 فوریه سال گذشته در پی تشکیل صحنه شوخی‌آمیز و ثبت پرانک در واگن مترو مسکو دستگیر کردند. در این صحنه جوان از هوش می‌رود و همراهانش فریاد می‌زنند که او با ویروس خطرناک گرفتار است. این حالت در بین مردم واهمه انداخته بود. اسکر آقایف سابق پرزیدنت قرقیزستان که به طور غیر منتظره 2 آگوست از مسکو به بیشکک پرواز کرد، خود همان روز از روی پرونده کان قمتار به سوالهای ژورنالیستان پاسخ داد. آقایف 76 ساله که 16 سال اخیر بعد ترک مقام پرزیدنتی و فرار از انقلاب لاله‌ای قرقیزستان در روسیه زندگی میکرد، با وجود جستجو و طلب مقامات به استردادش هیچگاه به وطن برنگشته بود. روز 2 آگوست در شرح حضورش در بیشکک به خبرنگاران در نزد در کمیته امنیت ملی گفت هدف او پاسخ دادن به سوالهای تفتیشات از روی پرونده مربوط به کان قمتار است. او گفت که حق افشای جزئیات این پرونده را ندارد، ولی از مقامات کنونی قرقیزستان اظهار سپاس کرد که برای شرایط مساعد فراهم آوردند. کمیته امنیت قرقیزستان خبر داد که پرزیدنت سابق این کشور اسکر آقایف را از مسکو به بیشکک آوردند و حالا در اختیار گروه تفتیشاتی است. مسئولان این نهاد روز 2 آگوست در اظهارات گفتند آقایف 76 ساله بر اساس پرونده فساد در طرح قمتار تحت جستجو بود. بخش یک روز تاریخ را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 آگوست را فرا میگیرد. سیومی августи соли 1999 иттиҳоди мухолифони тоҷик эълон кард ки аз ин ба баъд ҳеҷ гуна нерӯи мусаллаҳ надорад. ин изҳорот 2 сол баъди имзои созишномаи сулҳи тоҷикон ва бар асоси ин созиш ба ҳукумат пайвастани аксар намояндагони мухолифон садо дод. аммо ин созиш натавонист пурра пеши роҳи фармондеҳони ҷудогонаи саркашро бигирад, ки аз таслим кардани силоҳу муҳимоташон худдорӣ карданд. 3 августи соли 2015 бо дастури кумитаи андоз ширкатҳое ки саҳмдоронашон дар минтақаҳои офшор қарор доранд ба пардохти андози 12% муваззаф шуданд. мақомот дар тоҷикистон ҳеҷ гоҳ моликони аслӣ ва маблағҳои аз тоҷикистон ба офшор ирсолшударо ошкор накарданд, чун ба қавли мунаққидон аксари онҳо наздик ба ҳукумат ҳастанд. вале бар асоси ҳисобҳои маркази таҳқиқотии Tax Justice Network соли 2013 сармояҳои шаҳрвандони тоҷикистон дар минтақаҳои офшор аз 2.5 то 3.5 миллиард доллар баробар шудааст. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 3 آگوست چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید بامدادی به انجام رسید. تشکر که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. سامانه رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org دوام 24 ساعت با خبرهای تازه در اختیار شماست. منتظر خبر و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.